برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب زنا هست، در باب ضرر و زیان زنا. از پیشان جبری عزیز جان در باب ضرر و زیانی که زنا دارد در این موضوع یک کمی صحبت کنیم، چون که امروز اکثر جوانهای ما بلکه بعضی انسانهای کلانسالهای ما در این شهرهای یعنی غریبی، در این شهرهای مردم بیگانه و مردم تهجا بسیاری اونها به نکاح زندگی دارند و آشکار و عیناً زنا کرده سادند. نمیدونند که زنا چی بدبختی دارد، این زنا چی ضرر و زیان دارد. و این خاطر امروز قصد کردیم که یک کسی در این موضوع صحبت داشته باشیم. وقتی که زنا گفته می شود، شاید که بعضی ها فکر کنند که تا همین یک مرد و یک زن یک جای نشوند در یک جاگه یا اینکه در یک جای خواب زنا نمی شود. زنا نوع داره برادران عزیز. زنای چشم می شود، زنای دست می شود، زنای پا می شود، زنای زبان و گوش می شود. هر اعضایی که یعنی میل به سوی زنا و حرامی کرد، اون هم حرام است. خداوند اونم برای ما منع کرده است. و این خاطر امروز گفتیم یک چیز در این موضوع کمی هم باشه صحبت داشته باشیم. رب العالمین ما را در قرآن صراحتاً یعنی آشکارا از قریبی کردن به زنا، نزدیکی کردن به زنا، رسیدن به زنا منع داشته است. می‌فرماید که استعیذ بالله ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. صدق الله العظیم. رب العالمین می‌فرمایند که شما قریبی نکنید به زنا، نزدیکی نکنید به زنا. مفسرین می‌فرمایند که خداوند در این آیت نگفت که زنا نکنید، گفت که شما قریبی نکنید، نزدیکی نکنید. وقتی که قریبی کردن به زنا حرام و منع باشد، این معین است و انیق است که زنا خودش یعنی گناه آشکار است. وقتی که انسانیت به زنا قریبی کرد، قریبی به زنا را در بعض روایت ها هم آمده است که نگاه کردن است. امروز تمام مردم چی از یعنی اهل علم ها باشند، چی از کلانسال ها و بعضی حاجی ها و شیخ ها و وقتی یک زن نامحرم رو ببینن خوب تماشاش میکنن. همون تماشایی که تماشای ناجاه هست، تماشای نامحرمانه هست، همون تماشا قریبی کردن به زنا هست. برادران عزیز، رب العالمین گفت شما قریبی نکنید به زنا. و چی خاطر؟ انه کان فاحشه، زیرا اینکه این زنا یک کاری بی آبرویی است، یک کاری فحش است، یک کاری بد است. آخر شما را بی آبرو میکنه، آخر شما را خار میکنه، آخر شما را بدبخت رسوا هم در دنیا هم در آخرت میگرده. و ساء سبیلا، راه زنا راه انسانهای بد هست. هر قومی که در اون قوم زناگری پیدا شد، زناکاری پیدا شد، یا اینکه هر شخصیتی که در راه زنا رفت، اون شخصیت خداوند در همین حیات دنیاش به بلاهای زیاد گرفتارش کرد و بلاهای زیاد خداوند او را مبتلاش کرد. در تفسیر همین آیت ابن کثیر یک حدیثی را آورده است. می‌فرمایند که روز اهل اصحاب در حضور پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نشسته بودند. یک جوان در نزد پیغمبر داخل شد و از جناب پیغمبر پرسید اجازتی به زنا. و یا رسول الله گفت من زنا میکنم. شخصیت هایی که در نزد پیغمبر بزرگوار بودند اونها خیلی تعجب کردند. این جوان ببین، بیروگی این جوان ببین، در نظر نگرفتن این جوان ببین. آشکار در نزد پیغمبر بزرگوار اومده است، میگه که یا رسول الله من زنا میکنم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه در قهر نآمدن، در غضب نآمدن، گپی سختی براش نگفتن. گفتن که در نزد من بنشین. جوان گفتن بیا در نزد من بنشین.
این جوان آمد میگه در حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشست. پیغمبر بزرگوار پرسیدن، گفتن ای جوان مادر داری؟ گفت بله. گفت یا رسول الله مادر دارم. گفت میخواهی که یگان کس با مادر زنا کنه؟ گفت هرگز یا رسول الله نمیخوام. گفت خواهر داری؟ گفت دارم. گفت میخواهی یگان کس با خواهر زنا کنه؟ گفت والله نمیخوام یا رسول. گفت عمه داری؟ دارم. میخواهی یگان کس زنا کنه؟ گفت نمیخوام. خاله داری؟ دارم. تمامی نزدیکاش نام گرفتن گرفت. این شخصیت گفت نمیخوام. پیغمبر بزرگوار بگم شخصیتی که تو با او زنا میکنی همون مادر یک شخصیت است. اونم نمیخواد که تو با او زنا کنی. همون یکی تو با او زنا میکنی او دختر یک شخصیت است، فرزند یک شخصیت است، یا اینکه خاله و عمه یک شخصیت است. همون نمیخواد که تو با او زنا کنی. این شخصیت میگه وقتی جناب پیغمبر میگه نام مادر ما گرفت، آتش شهوت میگه در وجودم خاموشی، بدنم یخ گشت، تماما شهوتم نابود شد. میگه در اصل انسانیت وقتی که در همین راهی بد میرود از قریبهای خودش فکر کنه. برادر عزیز، اگر یک از دختر تا به لهجه زمانوی بگیم یک از دختر تا گپ بتیه، خواهر تا گپ بتیه، یا نزدیک تا به نیتی بد نگاه کنه، چقدر سختت میرسه. امروز اکثر جوانهای ما از روی این بدبختی تلفن هر کدومش یعنی یا دوست داشته شده دارن یا اینکه یک معشوقه دارن با او صحبتی تلفنی میکنن. بعضی‌هاش من میشنم ساعتش قطعی مادرش زیاد گپ میزنن، ساعتش قطعی به همون محبوبه بدبختش که وای نمیگیره، بگوی الان میگیره شاخی نمیگیرش، وای هم در فریب شیطان دام شیطان افتاده است. این جوان هم دام شیطان افتاده است. دو کسا صحبتی چی دارن؟ صحبت یعنی حرام و زینایی دارن. این نوعش برادر عزیز حرام است و به خاطر انسانیت از این کار باید که چمعن بدار. در جای دیگر رب العالمین میفرمایند که استعیذ بالله الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلك علی المؤمنین. البته در تفسیر این آیت مفسرین اختلاف دارند، اما ظاهری این معنای این آیت همین است که رب العالمین میگه شخصیت زیناکار انسان پاکیزه و انسان یعنی دخترهای یعنی پاکیزه را نگیره، فقط او یک زنی موافق خودش یک زنی فاحشه را انتخاب کنه نکاح کنه بگیره و زنی فاحشه هم این چنین جوانی یعنی پاکیزه را نگیره، موافق خودش یک جوانی فاسق زناگر بکاو بگیره. و رب العالمین میگه که این جمله مردم یا اینکه این شخصیت ها میگه یگان مشرک یعنی انسان مشرکه کافر را نکاح کنه، یگان انسان بدینه یعنی زنی بگیره، زنی پاکیزه را نگیره، رسوا نکنه. این جمله مردم یا مردی زیناکار یا زن زیناکار برای مؤمن ها حرام هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن ببینه که یعنی پستی زیناگر این آیت بیان کرده است، پس بودن و یعنی بیقدر بودن زیناگر که این زنی یعنی مردی زیناگر یا زنی زیناگر از مؤمن و مسلمان یعنی ازدواج نکنه و نیکبزنی نگیره. یک بدبختی البته در نزدیکی های ما گذشت، یک جوان وقتی نزدیکی میگم یعنی در محله و در قشلاق ما، یک جوان از روسیه رفت، یعنی تویش کردن، نکاحش کردن، یک دختری پاکیزه را آوردن، یعنی در نکاحش در آوردن. دختر کمی میگذره 5 ماه 6 ماه دختر کسری میبراید، دختر را میبرن بیمارخانه، میگن این دختر کسری این کسل های بیزه که یعنی از زنا میگذره هم کسل سپیتش میگن دیگر. پدر و مادر اون در حیرت میفته، این دختر صالحه قرآن خوان نماز خوان این از کجا آمده است؟ بعد از اون دکتر تحقیق میکنه، میگه شوهر این دختر را بیاره. شوهر یعنی که شوهر همین دختر را بیاره. شوهر را میارن، وقتی که دکتر یعنی ترسش میتیه و پیش پاش میمانه، میگه راست شد این کسل از تو در همسرت گذشتگی است، تو یگان بار زنا کرده به یگان زن نامحرم رسیده. این شخصیت گفته ها گفته من در روسیه خود من سنجیده کنم تری کسل برآمد.
ببینه که بدبختا میروند دخترهای پاکیزه و صالحه را، اون دختر 1 سال پیش وفات کرد، اون جوان حالی هم بیمار گشته ایستاده است. ببینید ضرری چی؟ زیناکاری، ضرری رسواگی. این بدبختای زیناگر نتیشون دختر. سببش چی؟ سببش اون بیچاره پاکیزه و رحمت خدا رفت. یک دی آوروگی میشه در جامعه. و این خاطر رب العالمین زنا را خیلی پست و بد گفتن. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظیم. رب العالمین صفت مؤمنها را در این آیت کرده است. مؤمنهای حقیقی شخصیت‌هایی هستند که در برابر ذات الله یعنی شریک نمیارن، کافر نمیشوند و یعنی همه وقت همیشه رو به خدا میارن، از خدا فریاد میکنن، خدا را معبودی بر حق میدانن. و مؤمنهای حقیقی قتل نفس نمیکنن، آدم کشی نمیکنن، خون نمیریزانن به غیر حق. و مؤمنهای واقعی و حقیقی زنا نمیکنن. مفسرین میفرمایند که ببینه که برادر عزیز، زنا را خداوند در برابر 2 گناه بزرگ آورد. یکمش یعنی مشرک شدن، کافر شدن، دویمش انسان کشتن، قتل نفس. یعنی که زنا گناهش بچنان بزرگی هست که خداوند در برابر شرک و در برابر قتل نفس آورد. اکنون رب العالمین میفرماید که و من یفعل ذلک یلقا اثاما. هر شخصیتی که این 3 گناهی بزرگ انجام بده، مشرک کافر شود یا اینکه قتل نفس کنه، یگان یعنی شخصیت به غیر حق بکشه، یا اینکه زنا کنه، خداوند این شخصیت در سخت‌ترین جای عذاب دوزخ عذاب میکنه. اسامه در روایت در حدیث جناب پیغمبر آمده است که یک جای هست در جهنم که رفته عذابش زیاد شدن میگیره. عذاب در یک حالت نیست که انسان یعنی عادت کنه و اینس بگیره و به همون یعنی عذاب طاقت کنه بیسته. یک جای هست اسامه که پیغمبر بزرگوار گفتن عذاب او رفته زیاد شدن میگیره. و رب العالمین در دوام آیت گفته که یضاعف له العذاب، خداوند عذاب ای را زیاد کردن میگیره، 2 چندش میگردانه. اون عذابی که برای دوزخی ها هست 2 چندش برای این زناگر خداوند میدهد. و یخلد فیه مهانا، یعنی که خیلی مدت زیاد و دائمی این شخصیت زناگر در عذابی بسیار خار کننده میمانه، در یک عذابی که رفته زیاد شدن میگیره و طاقت آور نیست، طاقت نمیکنه انسان در او. هر روز یعنی هر لحظه گذشته عذاب این شخصیت زیاد شدن میگیره. ببینید برادر عزیز که برای زناگرها خداوند وعده کرد که عذابی خیلی سخت، عذابی خیلی خار کننده و عذابی زیاد شونده، عذابی یک حالت یک مدت ده، عذابی که رفته او زیاد شدن میگیره، خداوند عذاب میکنه. و در سوره مؤمنون رب العالمین وقتی که مؤمنهای نجات یابنده را بیان کرده است میفرماید که والذین هم لفروجهم حافظون، میگه مؤمنهایی که از قهر و غضب و عذاب الهی نجات یافته‌اند شخصیت‌هایی هستند که شرمگاه‌هاشون از حرامی ها حفظ کردن، نگه داشتن، زنا نکردن، در راه فحش و فاحشگی و یعنی فساد نرفتن. مؤمنهای واقعی، مؤمنهایی که خداوند اونها را عذاب نمیکنه، انا مؤمنهایی هستند که یعنی شرمگاه‌هاشون از حرامی زنا نگه داشتن. حتی پیغمبر بزرگوار در روایت گفتن که من حافظ ما بین لحیه و ما بین رجلی دخل الجنه. تن هر شخصیتی که 2 موضعش اگر نگاه بداره از حرامی ها او داخل جنت بشود. هر شخصیتی که دهانش از گفتاری بد، از گفتار یعنی فسق و نفاق و بد نگاه بداره و شرمگاهش از حرامی ها نگاه بداره، او شخصیت داخل جنت میشه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت میفرمایند که
لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمنون. زنا نمیکنه زنا کننده در حالتی که زنا کنه و مؤمن باشد. یعنی که انسانی زنا کننده وقتی زنا کردن ایمان از بدنش بیرون میشود. خیلی خطری بزرگ است برادری عزیز. مبادا اگر در حالت زنا کردن هر شخصیتی که مرد او از دنیا به ایمان رفتگی است. برای اون نه جنازه فایده داره، نه دعا فایده داره، نه دیگر. زنا بچنان گناهی یعنی قبیح و بدی هست که پیغمبر بزرگوار گفتن در حالتی یعنی انجام دادنش ایمان از بدن انسان بیرون میشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا ظن العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه کذله. گفتن هر انسان وقتی که زنا کنه در حالت زنا کردن ایمان از بدنش بیرون می شود، مثل سایه بر این در تار سرش می ایسته. ببینه که وقتی زنا را انجام دادن بچنان خطرناک است که ایمان از بدن انسان بیرون میشه. فاذا خرج من ذلك العمل عاد الیه الایمان. وقتی که از این عمل زناش بیرون شد یعنی توبه کرد، پشیمان شد، بعد از اون ایمان در بدنش باز میگرده. عزیزای خدا، دوستای خدا یک جمله دارند درباره زنا کردن. میگن اگر انسانهای زناکار تمامی بحرهای دنیا را آب شده بدنشو بریزی اونها از جنابت پاکیزه نمیشوند. فقط اونها را توبه کردن پاکیزه میکنن. اگر تمامی بحرها آبهای دنیا را در سر یک انسان زناگر بریزی دوستای خدا میگن که او انسان از جنابت پاکیزه نمیشه. ببینه برادر عزیز خیلی یعنی کاری بدی هست. ایمان خطری چی هست؟ به ایمان از دنیا رفت. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که من زن از اون نیابی. تن هر شخصیتی که زنا کرد حتما در اهل او انسان زنا کرده می شود. برادر عزیز بزرگوار، شخصیتی که امروز به یک دختر نامحرم رفت و آمد داری، چی به تلفن باشه چی به دیگر باشه، ایره عنیق بودن که حتما در اهل بیت تو هم این چنین میکنن، فرزند میکنن، خواهر میکنن، دختر این چنین میکنن. این حقیقی و واقعی است. یک روز یک دوست یک حکایت بیان کرد از مردم خودمان. و یک شخصیتی دارنده بای بچه بوده است، کاری دایمیش زنا کردن، هر روز یک عورت نو قبول میکرده است در این عمل حرامش. روز فریاد کرده است اون یار دوستایی که در کنارش هستن، روز فریاد کرده که همین دخترهای فاحشه دل مزدن، اینها یعنی که فریاد شنا کرده میدوند بالا، میبرایند بالا، چون میپرتایند. دست به من یگان دختری قشلاقی بیاره، یگان دختری یعنی از دهاتی بیاره. اونها به ایمان هستن، با کمی شرم حیا دارن و اونها من کمی حزن شوخی و بازی کنم. این شخصیت یعنی که خواهشش چی بوده؟ دختری قشلاقی بیاره. میگه رفیقاش رفتن جستجو کردن آوردن یک دختری از قشلاق آوردن براش. وقتی میگه دارو محرم سراش دو جایی که دائمی زنا میکرد رفت داخل شد، دید یک دختری با ستر حجاب وجودش میلرزه، اما اگر چی وجودش هم بلرزه او دختر تسلیم شده است برای زنا کردن. وقتی میگه با نزدش رفت در آغوشش گرفت، این جانب تابش کرد و میگه رومالش از سرش گرفت، دید که خواهری خودش است. ببین برادری از فکر نکن که تو کردی آینه تو صاف میمانه. در اهل تو این چیز تکرار میشه. سال گذشته یک بار دیگه بیان کردم، یک زن اسلام، یک خواهری مردمی خودمان من از زنگ زد، خیلی اکنون این سخنها جای گفته نیست اما درد هستن من میگم شون. گفت حضرت من 4 فرزند دارم. گفت 2 فرزندم از شوهرم هست، 2 فرزند دیگه از یک دوست داشته شده دیگه. من گفتم خواهر خیلی زنی به ایمان بوده، این سخنها را برای من چی نو میگوی؟ گفت حضرت به من درد نکن تا آخر برای تو بگم. گفت شوهرم وقتی ما همدیگر را گرفتیم زندگیمون خوب بود، من آورد به این شهر به همدیگر خیلی خوب معامله میکردیم، اما این شوهری من گفت دنبی زنا را گرفت، از قفای زنا کردن برآمد. هر روز می آمد لباساش غش می پرتاف لباساش بگی بشو، خودش می درآمد سر بدنش میشوش،
از کجا آمده؟ من از نزد عروسم آمدم، از نزد یک بیوام آمدم. میگه منم در قهر آمدم، شیطان وسواس کرد، منم یک محبوب، یک دوست داشتم، زنگ زدم با او، یعنی در ما ملاقات شدیم، این عملها را انجام دادیم. گفتم سبب این راه بر آمدن چی بود؟ گفت سببش این بود که شوهرم زناگر بود. این پیغمبر بزرگوار این حدیثش تصدیق کرده شدن این کارها. وقتی که زنا کردی حتما فکر نکن که عائلت پاکیزه میمانه. حتما این کار یعنی در اهل بیت تکرار میشه. وقتی در این راه بر آمدی اول از اهل بیت خودت فکر کن، از خانواده خودت فکر. من امروز میدانم بسیار انسان‌های کلانسال ما همچه از مردمی تهجای همچه زن دارن بینکار زندگی دارن. چی بدبختی است؟ حرام است. از خدا ترسیدن در کار عمر تو به یک جای رسیده است. پیغمبر بزرگوار در جای دیگه میفرمایند که از زنا یورث الفقر، تن زناکاری با بالای انسان کمبغلی و فقیری میاره، انسان قشاق و رسوا میکنه، انسان بی آبرو میکنه. زناکاری فکر نکن که یعنی که اکنون دایم دارنده ده همین راه میره، آخر رسوا میشه، آخر همه برکت حیات و برکت مال و برکت عمر و زندگی هم از حیات دور میشه و زانو میزنه، دیگه یگان کس دست نمیگیره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که اذا ظهر الزنا والربا فی قریه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. تن در هر قریه، در هر یک جمعیتی که دو چیز اگر پیدا شود، یکمش زنا، دویمش ربا، پرستید خوری هم امروز خیلی در جامعه ما زیاد شده است. ان شاء الله یک موضوعی در بارش صحبت میکنیم. اگر این دو چیز در هر جمعیت پیدا شود، پیغمبر بزرگوار میگه این مردم در بالای خشو قهر عذاب خدا را قبول کرده هستند، منتظر عذاب خدا باشه، منتظر قهر و غضب الهی باشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که ایاکم والزنا فان فیه سته خصال. تن ای مردم از زنا کردن خودتون نگه بداره، چون که زناکاری 6 ضرر داره. هر انسان زناکار از زنای کردگیش 6 ضرر میکنه. پیغمبر بزرگوار گفتن ثلاثا فی الدنیا و ثلاثا فی الاخره. 3 ضررش ضرر دنیوی است. ضررهای اندک نیست برادر، از بگوی چند سومت بود برو آمد برفت، یا ماشینت بود یعنی در اجازه دیش، یا اینکه یک کارت بود از دست برفت. 3 ضررش ضرر دنیوی است و 3 ضررش ضرر آخرتی است. پیغمبر بزرگوار گفتن اون ضررهایی که دنیوی هست، یکمش فذهاب البها، یکمین چیزی که ضرری یعنی دنیوی داره، خداوند چهره او را بسیار به نور میگردانه که در نظر تمام مردم امو شخصیت زناگر خداوند بد می نماید. یعنی نورش، تجلای نورش خداوند از چهره انسان زناگر میگیره، روش بسیار به نور میشه، اثر نور الهی در چهره زناگر باقی نمیمونه. دویم ضرر دنیویش و دوام الفقر. این انسان زناگر حیات عمرش به فقیری و کمبغلی و ناداری میگذرانه. برادری عزیزی که امروز از نشیدن کار شکایت میکنی و از قرضداری شکایت میکنی، اگر تحت نگاه کنی یگان خطای کرده، یگان یعنی گناه کرده بودی که توبهش فراموش کردگی است. زنا کردی کدام لحظه ای. زنا گفتیم که زنا فقط یک جای شیدن آلت ها نیست، زنا همون نگاه کردن هم زنا هست، گپ زدن هم زنا هست، شنیدن لفظ حرامی او هم زنا هست، قدم زدن به سوشن رفتن هم زنا هست. و سیم ضرری که در دنیا داره، پیغمبر بزرگوار گفتن که و قیصر العمر، خداوند عمر انسان زناگر را کوتاه میکنه. انسان زناگر عمر دراز نمیبینه. خداوند زناگر را رشته عمرش کوتاه میکنه، در دنیا جوان مرگ میشوه. خیلی خطری بزرگی است برادر عزیز، خیلی هوشیار بودن در کار. اما اون ضررهایی که در آخرت داره، پیغمبر بزرگوار گفتن که فسخط الله، یکمش غضب پروردگار است درباره انسان زناگر.
روز قیامت خداوند به انسان زناگر نمیخواست است که صحبت کنه و سوی او نظر رحمت نمیکرده است و گناهش نمیبخشیده است و به حالش رحم نمیکرده است. غضبش خداوند به بالای انسان زناگر می آورده. و دویمش و سوء الحساب، خداوند یعنی سختترین و بدترین حساب از انسان زناگر حساب می گرفته. و سیمش و خلود فی النار، انسان زناگر خداوند یک مدتی دوامناک و زیاده در دوزخ عذاب میکرده است. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما اگر در این راهی بد، در این راهی یعنی به آبروگی و فساد رفته باشیم، از ترس خدا را توبه کنیم، از خدا بترسیم، توبه کنیم، دیگر دوام ندیم. جوانهای محترمی که امروز به این تلفن ها قطعی هر دخترها صحبت میکنه، به خود بیایید. هر میدانم که اکثر جوانهای ما دارند این بدبختی تلفنی که برآمده، بعضی ساعت قطعی همون یعنی عروس هاشون صحبت میکنن. حتما وقتی که با اینها صحبت کردی انیق بودن که یک کس دیگه با خواهرت این صحبت داره. انیق بودن اگر با خواهرت نکرد حتما دختری تر این فساد میکنه، رسوا میکنه. کی میخواه که دخترش نیمکاله کنن در بین راه بگذارن؟ و این خاطر احتیاط کردن که حرامه برادر از قپیدن وقتی که دست یک نامحرم میقپی، اینم حرامه برای تو. من یک روز در بازار در آمدم، یک جوانی آمد هم قدر مستحکم به حضور یعنی هم عورت قچاق گرفته که زنی خچم قچاق نمیگیره. آمدم تا قچاق گرفته دست به دست، یکی من دیدم مثل که سوید زده باشه، شم خیلی که قچاق قفا پرتافت. گفتم برادر عزیز، من ملک الموت نیست، من عزراییل نیست. از من نترس، از خدا بترس. تو از خدا بترس، خدا همه لحظه تو را دیده ایستاده است. من یک لحظه میبینی دستش میپرتای بیرهم میکنی، بعد پس دیگر این کار تکرار میکنی. تو از خدا بترس، همه لحظه خدا تو را میبینه. و همین خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار از این کاری بد، از این کاری ناپاک خودمون نگه بداریم. از خدا ترسیدن در کار. همون صحبت تلفنی همون زنا حساب، همون هم حرامه. خداوند گفت ولا تقربوا الزنا، گفت قریبی نکو به زنا. قریبی زنا انمو صحبت کردن ای، قریبی زنا انمو تماشا کردن ای، قریبی زنا انمو دست قپیدن و با پا به سویش رفتن ای. اینا همش حرام هستن برادران عزیز، اینا زنا حساب میخورن. و همین خاطر ما و شما از این کارهای بد، از این کارهای فحش خودمون نگه داریم. پروردگار